امروز با من همراه باشید تا خلاصه ای از کتاب دولت عشق نوشته الیف شافاک که یکی از محبوب ترین رمان های عاشقانه عرفانی دنیاست را به طور خلاصه با هم بشنویم. دولت عشق داستان زنی آمریکایی به نام الا روبینشتاین است. الا زنی خانه‌دار و وفادار است که در ظاهر زندگی بی‌نقصی دارد. همسر، 3 فرزند، خانه‌ای مرتب. اما درون او چیزی مرده. قلبی که دیگر نمی‌تپد و روحی که در قفس روزمرگی اسیر شده. همه چیز وقتی تغییر می‌کند که او برای یک شرکت نشر مأمور می‌شود نسخه اولیه رمانی به نام کفر شیرین را بخواند و نقدی برایش بنویسد. این کتاب داستان شمس تبریزی و مولاناست، 2 روح بزرگ از قرن 13 که عشق عرفانی را معنا می‌کنند. با خواندن صفحه به صفحه کتاب، الا خودش را در سفری عمیق می‌یابد، سفری به دل عشق، به پرسش از ایمان، به شکستن قیدوبندهای اجتماعی و به یافتن معنای حقیقی زندگی. در همین مسیر الا با نویسنده کتاب یعنی عزیز زاهارا تماس می‌گیرد. مکاتبات ساده کاری آنها به تدریج تبدیل به نامه‌هایی پر از صداقت، درد دل، سؤال و در نهایت عشق می‌شود. الا در می‌یابد که سالها در قفسی ساخته خود زندگی کرده و حقیقتاً هیچگاه زندگی نکرده است. عشق عزیز او را بیدار می‌کند، همان عشقی که شمس تبریزی درباره آن سخن می‌گوید. عشقی بی‌مرز، بی‌قید و بی‌ترس که انسان را به خدا نزدیک می‌کند. در موازات داستان الا ما به دوران مولانا و شمس هم سفر می‌کنیم. می‌بینیم که چطور شمس مردی درویش و آزاداندیش، زندگی مولانا عالم بزرگ و محترم را زیر و رو می‌کند. شمس برای مولانا 40 قانون عشق را تعلیم می‌دهد، قوانینی که زندگیش را تغییر می‌دهند و او را از عالمی صرفاً دانا به شاعری عاشق و روشنبین بدل می‌کنند. کتاب دولت عشق داستان کسانی است که از عشق می‌ترسند، کسانی که عشق را تجربه می‌کنند و کسانی که به خاطر عشق حاضرند همه چیزشان را فدا کنند. روایتی است از دگرگونی، رهایی و این حقیقت که عشق واقعی همه معادلات ما از دنیا را به چالش می‌کشد. در پایان الا با شجاعتی که هرگز در خود نمی‌شناخت تصمیم می‌گیرد زندگیش را تغییر دهد و دنبال قلبش برود، حتی اگر هزینه آن از دست دادن زندگی قبلیش باشد. و اینجاست که او طعم واقعی دولت عشق را می‌چشد، دولتی که نه بر اساس قوانین این دنیا بلکه بر اساس قواعد دل بنا شده است. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید.